هواساز، دیزل جنراتور و اتاق آسانسور. همه اینا در مجاورت مستر بدروم یک پنتهاوس 550 متری توی منطقه فرشته است. صدا و گرما فوق‌العاده خواهد بود. 2 لایه دیوار سیلکس به اضافه عایقی که بینش کار گذاشتیم، به اضافه لایه‌های محافظتی که روی کار باید انجام بدیم. به خاطر رعایت مسائل بهداشتی و مسائل زیست محیطی، لایه‌هایی که داخل کار قرار میگیره همه عایق‌های نانو پلی استر باید باشن که بتونن مسائل امنیتی و سلامت ساکنین ساختمان رو رعایت بکنن. پله پله مراحل اجرای کار رو ببینید. رول پشت رو کنیم. آره. ببین سازه ها رو بر اساس عرض 50 بستیم دیگه. اوکی، عرض 1 متره، باید عبثت نصفش کنیم که هر کدوم توی سازه ها بشینه.